الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن عظیم الشأن. امید است در هر جایی که هستید در پناه حضرت ایزد متعال قرار داشته باشید و از بارگاه ایزد منان می‌خواهم که ما را در زیر سایه رحمت و شفقت خویش همیشه داشته باشد. بینندگان عزیز و گرامی، برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن هست. برنامه‌ای که برای یاد دادن و یاد گرفتن، آموزش دادن و آموزش گرفتن کلام حضرت متعال، حضرت باری تعالی سبحانه و تعالی می باشد. الله متعال سبحانه و تعالی قرآن را فرستاده برای راهنمایی بشر و این قرآن عظیم الشأن کلام حضرت باری سبحانه و تعالی می باشد. همچنان که الله متعال بر تمام موجودات برتری دارد، کلامش هم بر تمام کلامها و سخنها برتری و شرافت دارد. پس جایگاه این کلام را باید دانست و آن را در زندگی خود تطبیق کرد. کلامی که نه تنها در دنیا انسان را به خوشبختی میرساند، بلکه در آخرت هم به دردش میخورد و به کارش می آید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در روز قیامت برای قاری قرآن گفته می شود که بخوان آیات قرآن را، بخوان و با آنگونه‌ای که در دنیا با ترتیل قرآن را تلاوت می کردی تلاوت کن، چرا که به هر آیه‌ای که این قاری و این خواننده قرآن میخواند، الله متعال یک درجه از درجاتش را در بهشت بالا میبرد. هر آیه‌ای که تلاوت میکند یک مقامی در پیشگاه خداوند سبحانه و تعالی برای خودش کسب میکند. پس تصور کنید که اگر انسان کل قرآن عظیم الشأن را در آنجا بخواند و هرچی آیات بیشتری را تلاوت بکند، در چی مقام و چی مرتبه‌ای در پیشگاه الله سبحانه و تعالی خواهد رسید. پس بینندگان عزیز و گرامی، این سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم را داشته باشید و همیشه آویزه گوش خود کنید تا بدانید که این قرآن کلام کیست و این قرآن دارای چی مرتبه و چی منزلت و چی جایگاه و چی بزرگواری می باشد. الله تبارک و تعالی سبحانه و تعالی ما را از اهل قرآن که خاصان درگاه الله هستند بگرداند. آمین. بینندگان عزیز و گرامی، ما در درس‌های گذشته پیرامون مسائلی درباره تجوید و موضوع تجوید مطرح کردیم. تعاریفی از تجوید داشتیم و همچنان مخرج حلق را که حروفی که از مخرج حلق یا از انتها یا از وسط یا از ابتدا یا اول حلق ادا می شود، آنها را به صورت تفصیل به خدمت شما بیان کردیم. در برنامه گذشته به صورت تفصیل باز هم در مورد بعضی از حروفی که مخرج آنها زبان است به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی مسائل را مطرح نمودیم و دو حرف که حرف قاف هست و حرف کاف هست که هر کدام از اینها را به خدمت شما بیان کردیم که قسمت اخیری زبان به قسمت بالایی یا به قسمت کام یا قسمت اخیری که نزدیک به حلقه است برخورد میکنه و نزدیک میشه با آنجا و حرف قاف ادا میشه و از آن نزدیکتر رو به طرف دهان، قسمت اخیری زبان که به طرف دهان نزدیکتر هست به قسمت کام، به قسمت سقف دهن یعنی قسمت بالایی در آنجا برخورد میکنه و حرف کاف ادا میشه. و از هر کدام اینها مثال های هم گفتیم که مثل اگر به قاف خواسته باشیم مثال بدهیم مثل اق یا مثلا تخ، مثلا در قاف
اق یا اق، و به همین ترتیب که قاف را ساکن بکنیم. حالا ما قبلش را به هر حال فتحه یا ضمه یا کسره یا زر و زیر رو پیش بدهیم، ادا می کنیم. و کاف را هم همچنان که به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان شد، امروز هم باز هم همان مخرج از زبان هست که قسمت وسطی زبان هست. ما قسمت اخیر زبان را به خدمت شما در برنامه گذشته مطرح کردیم. در این برنامه با هم دیگر قسمت وسطی زبان که 3 حرف ادا می شود آنها را به خدمت شما بیان می کنیم. حرف جیم، حرف شین و حرف یا که هر کدام از اینها با گونه خاص خودش ادا میشه. با هم دیگر این تصاویر را نشان می دهیم و با هم دیگر ان شاء الله که حروف را تکرار می کنیم تا همه بینندگان عزیز و گرامی استفاده بکنند. این حرف جیم هست. ما گفتیم که حرف جیم همانا از وسط زبان ادا میشه. شما این حرف جیم را اینجا مشاهده کنید. این قسمت وسطی زبان هست. سر زبان نیست، بلکه قسمت وسطی زبان هست که به قسمت کام بالا، یعنی به قسمت سقف دهان، در این قسمت برخورد میکنه و جیم ادا میشه. مثلا ما وقتی خواسته باشیم جیم را ادا بکنیم، چنانچه در برنامه‌های گذشته هم به این موضوع اشاره کردیم که حرف ساکن میکنیم، ما قبلش را متحرک میکنیم، بعد میتونیم که ما درست مخرجش را دریابیم. مثلا اگر خواسته باشیم اینجا جیم را ساکن بکنیم و حرف ما قبل برایش فتحه بدهیم یا حرکت بدیم، مثلا مثل اج. یک مشکلی که در میان بعضی از برادران و خواهران مسلمان ما هست این است که در قسمت جیم به خصوص احیانا به ژ تلفظ میکنن، ولی جیم تا ژ با همدیگر خیلی فرق داره. اینها متفاوت با همدیگر. جیم وقتی که میگوییم به این تصویر شما توجه بکنید، کاملا صدا قید میشه، صدا بند میشه. اج. شما میتونین که این را تمرین بکنین پیش خودتان و تجربه بکنین. قسمت وسط از زبان برخورد میکنه به قسمت کام بالا، اصلا صدا بند میشه. اج. اما اگر خواسته باشیم ژ تلفظ بکنیم، ببینید چی میشه. اج، یعنی زبان به کام نمیچسبه، اصلا برخورد نمیکنه در آنجا. پس میان اج تا اج خیلی فرق متفاوته. پس باید آنگونه‌ای که رسول الله علیه السلام و صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن کریم را تلاوت کردن و حروف عربی را درست تلفظ کردن، ما هم همان گونه تلفظ بکنیم. ژ تلفظ نکنین، نگیم اج، بلکه اج. با همدیگر خیلی متفاوته، جیم تا ژ. خب این از حرف جیم هست که بار دیگر هم تکرار میکنم. این قسمت وسط زبان به کام بالا به اینجا برخورد میکنه، به قسمت خشکی کام بالا یعنی قسمت گوشتی نیست برخورد میکنه و در واقع جیم تلفظ میشه. مثل که میگین اج یا مثلا میگین اج. این از حرف جیم. حرف دیگر حرف شین هست و این حرف تقریبا نزدیک است به همان مخرج، چون این هم از وسط زبان ادا میشه. البته با تفاوت این، مثلا جیم را ببینین، جیم زبان وسط زبان میچسبه به کام و اما این نمیچسبه، در میانش فاصله هست. فاصله در میان زبان و میان این کام که هست میبینین تفاوت هست. مثلا شین یا شینه که خواسته باشین تلفظ بکنین، میگین اش. یک صدایی هم در داخل دهان منتشر میشه و این از حرف شین هست که در هر جای قرآن عظیم الشأن که شما شین را دیدین این گونه تلفظ میکنیم. مثلا میگین که فانتشیرو، تشیرو، یا مثلا میگین اش، به این شکل ادا میشه که
وسط زبان رو به طرف کام بالا میره، وسط زبان رو به طرف کام بالا میره و توجه داشته باشین که سر زبان در اینجا هیچ نوع کاربردی نداره. سر زبان نه به دندان ها میچسبه و نه هم به پایین دندان ها برخورد میکنه، بلکه این سر زبان کاملا جدا هست و این مخرج اصلا هیچ نوع ارتباطی ندارد، بلکه وسط زبان هست که به قسمت کام بالا نزدیک می شود و تمایل به طرف بالا پیدا می کند و شین از آن ادا می شود. بناهن ما در شین می گوییم اش اش اش، یا آیاتی که شما در شین می بینین این گونه تلفظ بکنید. این از حرف شین. حرف بعدی حرف یا هست. حرف یا در اینجا شما مشاهده میکنین که باز هم وسط زبان، البته در جیم یک بار دیگه جیمر برمیگردیم. جیم اینجا ببینین اولا قسمت وسط زبان هست که به قسمت جلوی دهان یا به قسمت کام بالا به اینجا برخورد میکنه، جیم تلفظ میشه. شین کمی دنبالتر شین ادا میشه، اما یا باز کمی دنبالتر از آن یا ادا میشه و در این کاملا میبینین که زبان در واقع نمیچسبه به کام و قسمت جلوی کام هم قسمت جلوی زبان هم نیست. مثلا ما خواسته باشیم در یا وقتی که تلفظ بکنیم یا ادا بکنیم، مثلا میگین نستعین، عین، عین، یا هست چون در اینجا. یا آیات دیگری که یا داره، آیات دیگری که در قرآن عظیم الشأن یا داره، شما به همین گونه در واقع ادا میکنین، یعنی وسط زبان رو به قسمت بالایی کام بالا در واقع تمایل پیدا میکنه، اما خیلی از هم دوره و از اینجا از وسط زبان در واقع که مخرج یا هست یا ادا میشه. مثلا در خود یا هم به صورتی که اصلا به هر صورت حتی متحرک باشه، مثلا میگین یا ایوها یا خب شما متوجه بشین زبان به کام نمیچسبه اصلا، یعنی با هم دیگر فاصله داره. یا مثلا، و این از حرف یا هست که به هر صورت یا هم همین گونه ادا میشه. بار دیگر تکرار میکنم حروفی که از وسط زبان ادا میشه جیم هست که به صورت تفصیل توضیح داده شد، شین هست که به صورت تفصیل باز هم توضیح داده شد و یا هست که باز هم به صورت تفصیل در این مورد هم توضیح داده شد. این بود از درس تجوید امروز ما. امید است که بینندگان عزیز و گرامی در درسی که خوانده میشه ان شاء الله این حروف را، حروف حلقی، حروفی که از انتهای زبان یا از اخیر زبان ادا میشد و حروفی که از وسط زبان ادا میشد را ان شاء الله تا آنچه که تا حالا خواندیم آن را مراعات بکنند. حالا میریم با هم دیگر یک وقفه را میبینیم و بعدا ان شاء الله بعد از وقفه در درسی از آیات کلام الله مجید در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. تلاوت قرآن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن بخوانید، زیرا قرآن در روز قیامت برای اهل خویش شفاعت می‌کند. زهراوین را یعنی بقره و آل عمران را بخوانید، زیرا که در روز قیامت همانند دو پاره ابر سفید و نورانی یا دو سایبان یا دو دسته پرنده می آیند و از اهل خود حمایت می کنند. سوره بقره را بخوانید، زیرا تلاوت آن برکت و ترک آن حسرت است و جادوگران نمی توانند آن را حفظ کنند و نمی توانند بر خواننده آن تسلط یابند. اللهم اجعل القرآن شفيعنا وأنيسنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا،
وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن. بینندگان عزیز و گرامی، درس امروز ما از آیات 187 تا اخیر آیه 190 سوره مبارکه بقره می باشد. بینندگان گرامی، با هم دیگر این آیات را تلاوت می کنیم و ان شاء الله که آنچه را که در درس تجوید خواندیم بر آنها تطبیق خواهیم داد و امیدواریم که بینندگان عزیز و گرامی هم به این مورد متوجه باشند و این موارد را مراعات بکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیت 187. احل لکم، احل ها با لام در اینجا وصل میشه، با هم خوانده میشه حل، احل لکم. کاف با میم در واقع با هم خوانده میشه. کاف هم میدانید که قسمت اخیر زبان به قسمت بالای کام بالا برخورد میکنه. لکم، لی لتس، تا با صاد وصل میشه. تصیامی، الصیام، لیلة الصیام. الرفث، میم با را در اینجا وصل میشه. مثلا لیلة الصیام، رفث، لیلة الصیام الرفث، رفث، ایلا. اینجا هم همزه هست، مواظب باشید. همزه چنانچه ما در درس‌های گذشته هم گفتیم از انتهای حلق ادا میشه. ایلا نسائکم، نساء. اینجا متوجه باشید مد متصل هست. 4 الی 5 حرکت یا 4 حرف در واقع ما آن را طولانی میکنیم. نسائکم، اینجا هم همزه هست، از انتهای حلق ادا میشه. کم، کاف از زبان در واقع قسمت اخیر زبان ادا میشه. ایلا نسائکم. اینجا هم جیم هست، علامت وقف جائزه. اگر وقف کنین جائزه، وقف هم نکنین جائزه. هن، ها اولا از انتهای حلق ادا میشه. هن، اینجا نون مشدده غنه میشه. هن، غنه ای که صدا را از بینی خارج میکنید. هن لباس. اینجا میبینین که سین منونه یعنی تنوین داره و بعد از این تنوین لام آمده و لام از حروف یرملونه، از حروف ادغامه. بناهن ما ادغام میکنیم لباسل، سل نمیگیم لباسون، میگیم لباسل لکم، لکم. و انتم، اینجا نون ساکنه، این نونی که انتم میبینین ساکنه، بعدش تا آمده، تا از حروف اخفا هست، نون ساکن را در اینجا اخفا میکنیم. و انتم، تم لباس لهن، لباس اینجا ادغام میشه، لهن اینجا نون هم در واقع غنه میشه. این قلا هم که میبینید در اینجا به معنای این است که اگر وقف بکنید در اینجا اولا هست، بهتره.
یعنی بخوانید و انتم لباس لهن، این وقف شد. علم 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 علم، میم با لام وصل میشه. مالله علم الله علم الله علم الله، لام جلاله در اینجا پر خوانده میشه، تفخیم میشه، یعنی پر خوانده میشه. چرا؟ چون که ما قبلش میبینین در اینجا فتحه آمده، یعنی میم فتحه داره، ما قبل لام جلاله هست، بنابراین لام جلاله را ما پر میخوانیم، تفخیم میکنیم. چرا که قبل از لام جلاله، یعنی این لام الله مشهور به لام جلاله هست، لام جلاله الله. اگر ما قبلش حرفی باشه که پیش داشته باشه یا زبر داشته باشه، یعنی زر داشته باشه، برایش میگن پر خوانده میشه، تفخیم میشه، یعنی پر خوانده میشه. و اگر ما قبلش زیر داشته باشه، حرفی باشه که زیر داشته باشه، در اونجا لام جلاله ترقیق خوانده میشه، یعنی باریک خوانده میشه، باریک، که اگر انشاءالله در این درس آمد با آن اشاره خواهیم کرد. علی مل نمیگیم مله مله، اشتباهه. مالله لام پر میکنیم. علم الله انکم، اینجا نون هم غنه میشه، صدا از بینی خارج میشه. انکم کنتم، اینجا بعد از نون ساکن تا آمده، تا از حروف اخفا هست، اخفا میکنیم. کنتم تختانون، خا از ابتدای حلقه دا میشه. تختانون. انفسکم، اینجا بعد از نون ساکن فا آمده، فا از حروف اخفاه، اینجا اخفا میکنیم. انفسکم فتاب علیکم وعفا، فتاب علیکم وعفا عنکم، اینجا بعد از نون ساکن کاف آمده، کاف از حروف اخفا، اینجا اخفا میکنیم. وعفا عنکم، در اینجا عین زیاد تکرار شد و عین گفتیم که از وسط حلقه دا میشه. اینجا صلا هم که میبینید به معنای اینه که اینجا اگر وصل بکنید بهتره، یعنی استاد نشین، وقف نکنین. مثلا ما وقف نمی کنین، میگذارین. وعفا عنکم فالآن، اینجا فا با لام وصل میشه. این حرفی هم که میبینید در اینجا در واقع همزه وصل. فالآن آن، و همزه هم گفتین از انتهای حلق یا اخیر حلق ادا میشه. باشروهن هن، نون در اینجا غنه میشه، را در اینجا پر خوانده میشه. روهن وب، این همزه وصل گفته میشه. چرا؟ میبینید بالایش صاد انداخته، یعنی همزه وصل هست و در اینجا کاربرد نداره، یعنی در اینجا وب و با واو در اینجا با با در واقع یک جا خوانده میشه و با هم چون در اینجا ساکن هست قلقله میشه و اینجا ما قلقله میکنیم. مثلا میخوانیم وابتغوا غو، اینجا غین هم که میبینید در اینجا غین از اول حلقه دا میشه. وابتغوا
وابتغوا غو نمیگین قو. اگر قو بگین خب قاف ادا میشه. وابتغوا غو وابتغوا ما كتب الله كتب الله. اینجا لام جلاله پر خوانده میشه. ما كتب الله لكم. جیم هم علامت وقف جائزه، یعنی اگر وقف بکنید جائزه، وصل هم بکنید جائزه، یعنی اگر اینجا استاد هم بشیم جائزه، اگر از اینجا خواسته باشیم بگذریم هم جائزه. و کولو وش شین از وسط زبان. وش رابو. اینجا هم این همزه‌ای که میبینید همزه‌ای در واقع وصله و این الف در اینجا کاربرد نداره. وش رابو حتی حابتا وصل میشه. حتی يتبين لكم مل ميم باللام لكم الخيط تا با لامی که در اینجا هست وصل میشه. طل ابيض لكم الخيط الاب با در اینجا قلقله میشه. ابيض لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. نون با لام وصل میشه. من الخيط تا با لام طل اس اینجا همزه با سین یک جا خوانده میشه. اسود من الخيط الاسود من الفجر من نون با لام وصل میشه یک جا خوانده میشه. من الفجر جیم اولا گفتیم که وسط زبان هست که ادا میشه به کام بالا در واقع میچسب زبان، یعنی وسط زبان. فج و همچنین اینجا جیم میبینین ساکنه و قلقله هم میشه. فج نمیگین فج یا نمیگین فجری. فجری من الفجر اینجا صلا هم به معنای این که اگر وصل بکنید بهتره. ثم میم مشدده. ثم میم مشدده غنه میشه. ثم یعنی صدا از بینی خارج میشه. اتم اینجا میم باز هم مشدده، یعنی تشدید داره. این تشدید را میبینید، این تشدید هست، میم تشدید داره، بنابراین اینجا باز هم میم غنه میشه. اتموس اینجا میم با صاد وصل میشه. الصيام الى الليل لام با لام الى الليل. جیم علامت وقف جائزه، وصل کنین هم جائزه، وقف هم بکنین جائزه. ولا تباشروهن نون در اینجا غنه میشه. چرا؟ چون در اینجا نون مشدده، یعنی تشدید داره. و انتم نون ساکنه، بعدش هم تا آمده، تا از حروف اخفا هست، اینجا نون ساکن را اخفا میکنیم. و انتم عاکفون فی
فی المساجد. قیلا هم به معنای این که اگر وقف کنید اینجا بهتره. مثلا بخوانین ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. تلك حدود الله. حدود الله. لام جلاله در اینجا پر خوانده میشه. چرا؟ به خاطری که دال که ما قبلش هست پیش داره، بناهن پر خوانده میشه. حدود الله، نمیگین حدود الله الله، بلکه میگین الله. حدود الله. فلا تقربوها. اینجا قاف از حروف قلقله هست و ساکن هست، بنابراین ما در اینجا قلقله میکنیم. فلا تقربوها. فلا تقربوها. قلقله یعنی که یک حرکت میدین حرف را. فلا فلا تقربوها. قیلا هم به معنای این که اگر وقف کنین اینجا بهتره. در اینجا هم تکرار شده بود. كذلك يبين الله. لام جلاله باز همینجا پر خوانده میشه. چرا؟ به خاطری که نونی که ما قبلش هست در اینجا پیش داره. يبين الله آیاته. آیاته. اینجا هی خوانده میشه، ای خوانده نمیشه. اگر این نمی بود میخواندین آیاته، بلکه حالا میخوانین آیاته هی للناس. نون در اینجا مشدده، اینجا غنه میشه، ما هم غنه میکنیم. للناس لعلهم. عین با لام، عین هم از وسط حلقه ادا میشه. لعلهم، هم ها از انتهای حلقه ادا میشه. یتقون. این از آیه 187 سوره مبارکه بقره. میبرویم به سراغ آیت 188. ولا تا. اینجا تا که میبینید همزه داره و از انتهای حلق ادا میشه. تا تارهای صوتی کاملا میبندین. تا ولا تأکلوا. اینجا این مدی که میبینید، علامت مدی که در اینجا میبینید مد منفصل هست، به اندازه 3 حرف یا 3 حرکت طولانی میکنیم. ولا تأکلوا اموالکم بینکم. اینجا میم ساکنه، بعد از میم ساکن با آمده. اینجا ما میم ساکن را اخفا میکنیم. در واقع در میم ساکن که هست، اگر بعد از میم ساکن میمی بیایه که حرکت داشته باشه ما ادغام میکنیم. میم، منظورم میم هست، نون ساکن نه، میم ساکن. اگر بعد از میم ساکن میمی بیایه که حرکت داشته باشه ما ادغام میکنیم. اگر بعد از میم ساکن با بیایه اخفا میکنیم میم ساکن را. اگر بعد از میم ساکن غیر از میم و با هر حرف دیگری که آمد میم ساکن در واقع اظهار میشه. در اینجا چون بعد از میم ساکن با آمده، بناهن میم ساکن را ما اخفا میکنیم. مثلا اینجا را توجه داشته باشین. بینکم یعنی کاملا اظهار نمی کنیم میم را. بینکم بالباطل بالباطل و تدلو. دال در اینجا ساکن هست، یعنی وقت ساکن باشه از حروف قلقله میشه، قلقله باید کرد. و
و تدلو بها بها. اینجا مد منفصل هست که به اندازه 3 حرف یا 3 حرکت طولانی میکنیم. بها الال لام با لام حکامی. اینجا کاف گفتیم قسمت اخیری زبان که به دهان نزدیکتر هست به قسمت بالای کام بالا برخورد میکنه و کاف ادا میشه. حکامی الحکامی لتأکلوا تا. اینجا همزه چون میبینین ساکنه بناهن از انتهای حلق ادا میشه. تا تارهای صوتی کاملا بند میشه. لتأکلوا نمیگین لتا لتأکلوا فریقا. اینجا وقتی که ساکن بکنین فریقا میگین، وقتی با هم بخوانین فریقان میگین. اما چون در اینجا میبینین که قاف منونه یعنی تنوین داره، بعد از آن میم آمده. میم از حروف یرمولونه یعنی حروف ادغام 6 حرف داره. یرمولون یعنی یا، را، میم، لام، واو و نون. اینجا بعد از تنوین میبینین که میم آمده. میم از حروف یرمولونه، از حروف ادغامه، بنابراین ما ادغام میکنیم، میخوانیم فریقم قم نمیگین قن. اگر قن بگین اشتباهه. فریقم قم من بعد از نون ساکن همزه آمده. اینجا نون ساکن در واقع اظهار میشه، کاملا آشکار میشه، ظاهر میشه نون. من اموال الناس بل بابا لام وصل میشه. اثم بالاثم و انتم بعد از نون ساکن تا آمده. تا از حروف اخفا هست، اخفا میکنیم. و انتم تعلمون چون به این واسطه تکرار میکنم که عین را مواظب باشید از وسط حلق ادا میشه و درست آن را تلفظ باید کرد. تعلمون. این هم از آیه 188 سوره مبارکه البقره. می رویم به سراغ آیه 189. یسألونک همزه باز هم از انتهای حلقه ادا میشه. یسألونک عن الاهلة ای هم همزه هم از انتهای حلقه ادا میشه، ها هم از انتهای حلقه ادا میشه. با تفاوت این که در همزه کاملا تارهای صوتی بند میشه، اما در ها تارهای صوتی بند نمیشه. عن الاهلة هلت. صلا هم به معنای این که در اینجا وصل کنید بهتره. قل هی باز هم ها از انتهای حلقه ادا میشه. هی مواقیت قاف قسمت اخیر زبان که به حلقوم نزدیک هست، به قسمت کام بالا، قسمت گوشتی کام بالا یعنی قسمت اخیر کام بالا برخورد میکنه و قاف ادا میشه. مواقیت للناس نون مشدده تشدید داره، اینجا نون را ما غنه میکنیم. للناس والحج حج ها با جیم یک جا خوانده میشه، وصل میشه. حج و همچنین جیم ما گفتیم که از قسمت وسط زبان. قلا هم به معنی این که اگر وقف کنید اینجا بهتره. ولیس البر
اینجا سین با لام وصل میشه. بر رو اینجا با را اولا یک بار خوانده میشه، با را جداگانه خوانده میشه. ولیس البر یک بار، رو بر یک، رو دو. ولیس البر رو را پر هم خوانده میشه. به ان نون در اینجا ساکنه، بعد از آن تا آمده، تا از حروف اخفا هست. نون ساکن را در اینجا ما اخفا میکنیم. به ان به ان تا باز هم اینجا همزه هست و تارهای صوتی کاملا بند میشه و صدای خارج نمیشه. تا تل بیوت تل بیوت تل بیوت من بعد از نون ساکن ضا آمده و ضا از حروف اخفا هست. اینجا نون ساکن را اخفا میکنیم. من ظهورها من ظهورها من ظهورها ولكن البر ولكن کاف با نون، نل نون با لام، بر با را. ولكن البر اینجا البته نون مشدده غنه میشه. قاعده کلی هست بینندگان عزیز و گرامی که هرگاهی نون و میم مشدد باشه، این قاعده را به ذهن خود همیشه بسپارید. هرگاهی که میم را دیدید که تشدید داره و نون را دیدید که تشدید داره، غنه کنید. غنه یعنی که صدای وقتی آن را ادا می کنید میم تشدید دار و نون تشدید دار یا مشدد را ادا می کنید، صدا را از بینی خارج کنید. این قاعده کلی هست. ولكن البر من اتقى قا قسمت اخیر زبان به قسمت بالای کام بالا در واقع برخورد میکنه. من اتقى قا قلا هم که میبینید این به معنای این که اگر وقف کنید بهتره. و همزه هست. همزه میبینید در اینجا ساکنه، همزه هست و در واقع این همزه از انتهای حلق ادا میشه و تارهای صوتی کاملا بند میشه. و تل بیوت و تل تا با لام، تل بیوت و تل بیوت من اینجا نون ساکنه و بعدش هم همزه آمده. همزه از حروف اظهار هست، اینجا نون ساکن اظهار میشه. من اب با از حروف قلقله هست، وقتی که ساکن باشه اینجا با ساکن هست، بنابراین از حروف قلقله هست. ما اینجا قلقله میکنیم، یعنی یک حرکتی در حرف به وجود میاریم، یک تکان میدیم حرف. اب و بها من ابوابها. جیم هم علامت وقف جایزه، اگر وقف بکنید جایزه، وقف هم نکنید جایزه. واو با تا در واقع یک جا خوانده میشه و وصل میشه. واتقوا الله قل الله، لام جلاله در اینجا پر خوانده میشه. چرا؟ به خاطری که قاف که ما قبلش هست پیش داره. واتقوا الله قل الله لعلکم میم ساکن در اینجا اظهار میشه. به خاطر چی؟ چون گفتیم که بعد از میم ساکن اگر میم آمد ادغام میشه، اگر با آمد اخفا میشه، هر حرف دیگری که غیر از اینها آمد اظهار میشه. بنابراین در اینجا اظهار میشه. میبینید که در رسم الخط هم اینجا کاملا ساکن، علامت ساکن کاملا واضحه. لکم به خاطر ظاهر میشه، علامت را هم ظاهر نوشته.
لکم تفلحون تفلحون تفلحون. این از آیت 189 سوره مبارکه بقره. می رویم به سراغ آیت اخیر، آیت 190. وقاتلوا فی سبیل الله. وعده داده بودم در اول درس، وعده داده بودم که اگر در این درس تکرار شد برای شما خواهم گفت که هرگاه قبل از لام جلاله پیش بیای یا زر بیای که در این درس زیاد تکرار شد، لام جلاله پر خوانده میشه. اما اگر زیر آمد، مثل که اینجا هست، اینجا میبینین که لام قبل از لام جلاله لام دیگری هست که میبینین اینجا زیر داره. بنابراین اینجا لام جلاله رو ما باریک میخوانیم، نمیگیم لله لله، بلکه میگیم لله لله. باریک میخوانیم، باریک میکنیم لام را، لام جلاله را باریک میکنیم. لله لله اشتباهه، بلکه لله فی سبیل الله فی سبیل الله. البته ها در اینجا با لامی که در الذین هست وصل میشه. الذین فی سبیل الله الذین فی سبیل الله الذین یقاتلونکم یقاتلونکم. میم هم اظهار میشه. یقاتلونکم ولا تع عین که میبینید در اینجا در واقع عین از وسط حلقه ادا میشه. ولا تعتدوا. اینجا که میبینید این علامت را که میبینید مد منفصل هست، یعنی به اندازه 3 حرف یا 3 حرکت آن را طولانی میکنیم وقتی که وصل خوانده بشه. اما وقتی که اینجا استاد کردیم در واقع آن مد هم یا این که طولانی بکنیم از بین میره، نیاز به مد نداره وقتی که ما استاد بکنیم، چون اینجا علامت وقف جایزه برای ما، جایزه که وقف کنیم. مثلا میخوانیم وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، نیاز به مد نداره. اما وقتی خواسته باشیم ما وصل بکنیم نیاز به مد داره که مد منفصل صورت میگیره. بنابراین میخوانیم ولا تعتدوا ان الله. این قاعده را فراموش نکنید که هرگاه گفتیم نون و میم تشدید داشته باشه غنه میشه. اینجا هم همچنان ان الله و لام جلاله چی خوانده میشه؟ تفخیم میشه، پر خوانده میشه. چرا؟ به خاطری که ما قبلش که نون هست زبر داره. ان الله لا یحب ها با با وصل میشه. یحب با لام. یحب لا یحب عین از وسط حلقه ادا میشه. لا یحب المعتدین. یا هم از وسط زبان که گفتیم ادا میشه، از وسط زبان. معتدین دین لا یحب المعتدین. این از درس امروز ما که به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت شد. بینندگان عزیز و گرامی، امروز میخواهم که وقتی برادران و خواهرانی که تماس میگیرن حروف حلقی نام ببرند. این در واقع کار خانگی امروز شماست که باید آن را تقدیم بکنید. و یک بار تکرار میکنم، امیدوارم که بینندگان عزیز هر کدام که تماس میگیرن تا حدی که توان هست انشاءالله این حروف را یک بار تکرار بکنن که از ایشان بشنوم. همزه 6 حرفه که از حلقه ادا میشه. همزه و ها از انتهای حلقه ادا میشه و عین و حا از وسط حلقه ادا میشه. خا و غین از اول حلقه ادا میشه، از ابتدای حلقه ادا میشه. یک بار دیگر میگم. ها
همزه، حا، خا، عین و غین. اینها 6 حرفه که از حلق ادا میشه و اینها حروف اظهار هم میگن. پس بناهن بینندگان عزیز و گرامی هر کدام که تماس میگیرن ان شاء الله که این 6 حرف از حروفی که از حلق ادا میشه اینها را تکرار بکنن. جزاکم الله خیر. با هم دیگر وقفه را میگیرین و این آیاتی که تلاوت شد اینها را میشنویم و بعد از آن ان شاء الله که در خدمت بینندگان عزیز و گرامی خواهیم بود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، اهم از برادر و خواهر مسلمانم. بینندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن در خدمت شما هستیم و درسی از تجوید را به خدمت شما تلاوت به خدمت شما بیان کردیم و پیرامون مخرج وسط زبان بود که گفتیم از آنجا 3 حرف ادا می شود: جیم، شین و یا. و بعد از آن هم آیات 187 تا آیت اخیر آیت 190 از سوره مبارکه بقره به خدمت شما تلاوت شد و حالا هم در خدمت شما هستیم. می‌خواهیم که انشاءالله از شما این آیات را بشنویم، اما حروف حلقی را فراموش نکنید. حروف حلقی که گفتم آنها را انشاءالله هر کدام از شما که تماس میگیرین کوشش بکنین که تکرار بکنیم. شعری ها را هم همچنان در این مورد هست که در واقع به خدمت شما بیان میکنم چون شاید ساده تر باشد برای حفظ. میگه که حروف حلقی 6 اند ای نور عین. حالا شاید با تفاوتی که به هر حال در بعضی ها باشه، المهمی که موضوع برسه. میگه حروف حلقی 6 اند ای نور عین، همزه ها و حا و خا و عین و غین. همزه ها و حا و خا و عین و غین. حروف حلقی 6 اند ای نور عین، همزه ها و حا و خا و عین و غین. یعنی همزه، ها، حا، خا، عین و غین. این 6 حرف از حلق ادا میشه که از انتها، از وسط و از ابتدای حلق ادا میشه. خب اولین تماس را میشنویم. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم سلام، من آیشا مجیدی هستم. حالتون خوبه؟ تشکر، سلامت باشین خواهر گرامی. بفرمایید، میخواین 6 حرف حلقی رو هم بگین قبل از اینکه درس بخوانین؟ میخوام درسی که امروز دادین رو بخونم. بسیار خوب، بفرمایید. آیه 187 رو تلاوت کنین. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهل لكم
ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. درست خوندم؟ بله ادامه بدین. درسته، بفرمایید. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر. خدا ممنونم. تشکر از برنامه خیر خوبتون. سلامت باشین. تشکر از شما خواهر گرامی. جزاکم الله خیر. سلام علیکم. خواهر گرامی، اگر قبل از درس که به هر حال درسی که داده میشه و شما میفهمین که هفته آینده مثلا کدام صفحه درس داده میشه، مثلا هفته بعدی ما صفحه سیر ان شاء الله خواهیم خواند اگر الله متعال بخواه. در هفته کوشش بکنین که تلاوت زیاد بکنین. چون مشکلی که در شما دیدم ایه که کمتر یعنی تلاوت میکنین، به این واسطه احیانا کلمات را شکسته میخوانین و الهی که ماشاءالله تلاوت شما خوب بود، الله متعال در تلاوت شما برکت بده. فقط کوشش بکنین که بیشتر تمرین بکنین، چون هر چی تمرین بیشتر بشه تلاوت روانتر میشه. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام. بفرمایید. ما دکتر عبدالله نحرق الله ممکن سورة النبر بخونیم؟ سوره نبر میخواین بخوانی عبدالله جان؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا وفوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون صوبا ولا شرابا إلا الحميم وغساقا جزاء وفاقا إن الإنسان لرجل حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. تشکر عبدالله جان. تشکر است و ماشاءالله. آفرین، جزاک الله خیر. آفرین ماشاءالله. ان شاء الله.
تشکر. عبدالله جان هستی؟ من برای عبدالله جان نباش چند ساله هستی؟ 6 و نیم. ماشاءالله ماشاءالله. الله متعال به عمرتو برکت بده. بله تشکر تشکر. جزاک الله خیر. آفرین. ماشاءالله. بله تشکر. الله متعال به عمر عبدالله جان برکت بده و انشاءالله که ماشاءالله تلاوت ماشاءالله خیلی زیبا بود. مخارج حروف خیلی زیبا تلاوت میکرد، یعنی زیبا ادا میکرد. جزاک الله خیر. خب تماس بعدی. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. اسم من نجیلا. نجیلا. میخوایم من تو بالله بله بسیار خوب. با ترجمه بخونم. بسیار خوب. نجیلا جان میخوای تلاوت بکنی؟ بله. کجا میخوای بخوانی؟ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله إيمانا هدى وخدا وملائكته إيمانا هدى بفرشتگان خدا وكتبه إيمانا هدى بكتابهای خدا ورسل إيمانا هدى بپیام آخر ایمان دم به روز آخرت کاملا یستاخت و قدر خیر شر من الله تعالی ایمان آوردن که اندازه خیر شر آمد جمعه به خدا و البعث بدن مرد ایمان دارد که زنده شدن بعد از مرد حق و آمدنی است حق لا اله الا محمد رسول الله. جزاک الله خیر. آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. آفرین آفرین. میخوایم برادر شدم کوچکم برای جماعت تلاوت کنه. بسیار خوب بسیار خوب. باشه. بسم الله. اول معرفی نمی کنی؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. معرفی نمی کنی؟ سوره الحمد میخوام بخونم. خیلی خوب بخوان. الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمین. جزاک الله خیر. آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. نام تو چیست؟ السلام احسان جان. آفرین احسان جان. آفرین. چند ساله هستی؟ چند ساله احسان جان؟ 4 ساله. آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. 4 ساله. آفرین. تشکر تشکر. آفرین. ماشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله ماشاءالله. و جالبی که در تلاوت از شیخ ماهر امام حرم هم تقلید میکرد. ماشاءالله خیلی زیبا بود. آفرین. الله متعال برکت بده به عمر تو و خواهرت. جزاک الله خیر. تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. اصلا من میخوام سوره دخان رو بخونم. بسیار خوب. قبل از او خواهر گرامی میخواین در مورد حروف حلقی کدام معلوماتی بدین؟ بله. بفرمایید. حروف حلقی 6 تاست. چی و چی هست؟ هفته و ها، عین و ها، عین و ها. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر. بفرمایید سوره مبارکه دخان میخواین تلاوت کنین؟ بله. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة المباركة
إنا كنا خارج گرامی فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر. جزاكم الله خیر. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. اگر فی لیلت مبارکتین بخوانین یعنی به این شکل خوانده میشه فی لیلت مبارکتین. فی الف لام نداره. فی لیلت مبارکتین. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. و تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما برادر گرامی. بفرمایید. سلیمان هستم از ایران. بفرمایید آقا سلیمان عزیز. میخواین که تلاوت بکنین؟ ما میخوایم. بله. بسیار خوب. قبل از تلاوت میخواین در مورد حروف حلقی صحبت بکنین، حرف بزنین؟ بله، حروف حلقی 6 بود. ای خوش صدا، همزه ها و عین و خا و قین و خا. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. و از آیه 188 تا اخیر آیه 190 بفرمایید. بله بخونم؟ بله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأهلة للناس الحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر. آقا سلیمان عزیز در اینجا متوجه باشین ولا تعتدو، وقتی که شما خواسته باشین وقف کنین مد نمیکشین، یعنی طولانی نمیکنین. مد در صورتیه که وصل بکنین. بله، مد در صورتیه که وصل بکنین. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر از شما. خب تماس بعدی. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. من محمد هستم از سعودی عربیه زنگ زدم. جزاكم الله خیر. از جده تماس گرفتین؟ بله. بسیار خوب. بفرمایید میخواین تلاوت بکنین؟ بله. خیلی خوب. شروع کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره لقمان. سوره لقمان. خیلی خوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها
كأن في أذنيه وقرا فبشره كأن محمد جان كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم صدق الله العظيم. جزاك الله خیر. تشکر از تو محمد جان. تشکر. جلال رزق بخواهی تلاوت کنم. بسیار خوب بسیار خوب. بده که تلاوت بکنه. السلام علیکم. علیکم السلام. خوبی؟ کی هستی؟ محمد زوارا هندی ارجو بالله الحمد لله عالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين. آفرین آفرین ماشاءالله. علیکم السلام و رحمت الله. یاسمین خوبی؟ من یاسمین هستم. بله بله یاسمین. میخوای تلاوت بکنی؟ ها میخوام بلای تلا های القیوم لا تأخذه. بسیار خوب تلاوت کن. میشنوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا إله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. جزاک الله. آفرین آفرین ماشاءالله. ما کی ساله هستم. چند ساله هستی؟ یاسمین 7 ساله. ماشاءالله 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 ماشاءالله. آفرین آفرین ماشاءالله. برنامه خوبی شما. تشکر. در دیرو تلویزیون خراب بودن. خب الحمدلله که تیار شد. آفرین آفرین ماشاءالله. خدا مجبور کرد. الحمدلله. الحمدلله. تشکر از تو یاسمین جان. تشکر. جزاکم الله خیر. الله متعال به شما برادر و خواهرها الله متعال توفیق بیشتر بده و به شما همیشه بر راه راست ثابت قدم داشته باشه و پدر و مادر شما الله متعال توفیق بده که همیشه مشوق شما باشه. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. الو. سلام علیکم. الو. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقا عبدالله عزیز خوبین؟ بله عزیز. خسته نباشید. خدا عمرتون بده. سلامت باشین. تشکر از شما. شما خوبین؟ الحمدلله. تشکر. خدا نظام مرتبه شد آقای فاطمه مرتبه شد این بچه های کوچیک همه ماشاءالله 5 سال 6 سال 4 سال الحمدلله الحمدلله واقعا خیلی زیبای ماشاءالله. ماشاءالله این رئیس صاحب ما در کدومشون میان 4 میلیون ما میشینه رو اصلا میشینن یک روزه خیلی تفسیر قرآن بخونن یک کدومشون خدا دوستم باور بفرمایید اقوام قرآنی رو نداریم اینا که نفرت دارم ازشون اصلا بدم میدنشون فامیل بچه های من هستم میگم تو رو خدا نگاه کن خانم من معید شده میگم تو رو خدا نگاه کن این بچه ها رو نگاه کن اینا رو نگاه کن ازشون بپرس یه دفعه اینا بخونن نمیتونم بخونم به خدا قسم. اینا افتخار من خدا رو میکنم. بله کاملا درسته کاملا درسته.
جزاكم الله خیر. تشکر. سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. تشکر. جزاكم الله خیر. تشکر از شما عبدالله عزیز. تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم. و تشکری میکنم از شما عبدالله عزیز و تمام بینندگان عزیز و گرامی که تا حالا تماس گرفتن. بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. الو. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. برادر عزیز اگر صدای تلویزیون رو ببندین صدا ما از طریق تلفن داشته باشین. الو. الو. خب علیکم السلام. بیننده گرامی اگر صدای من میشنوین صدای تلویزیون رو ببندین. الو گوش داریم مثلا. بله تشکر از شما بیننده گرامی. بیننده بعدی را میشنویم. السلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من ابراهیم هستم از ترکیه. بله ابراهیم جان میخوای تلاوت بکنی؟ میخوام درس امروزه را تلاوت کنم. بسیار خوب میشنویم. بخوان ابراهیم جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فتاب عليكم إبراهيم جان. فتاب عليكم. فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن بشيرهن وابتغوا ما فالآن باشروهن. باشروهن. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ابراهیم جان تشکر از ماشاءالله. جزاکم الله خیر. تلاوت تو ماشاءالله بسیار خوب بود. الله متعال در تلاوت تو برکت بده. تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بله سلام. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر گرامی بفرمایید. سلام میخواست تلاوت کنه. بسیار خوب بسیار خوب میشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إن الأذقان فهم مقمحون. جعلنا من أيديهم صدا من خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
وسواء عليهم أن أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب بالشرور في الآخرة وزر كريم إنا نحن نعلم الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله. جزاک الله خیر، جزاک الله خیر. آفرین، ماشاءالله. نام تو چیه؟ بله. اسمت چیه؟ عرفان قیاسی. ماشاءالله عرفان جان. چند ساله هستی؟ بله. عرفان جان چند ساله هستی؟ 8 سال. 8 سال. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. تشکر، آفرین. تلاوت تو خیلی خوب بود. ماشاءالله. خب تشکری میکنیم از عرفان جان عزیز. الله متعال سبحانه و تعالی تو را برای پدر مادرت و کل امت اسلامی حفظ بکنه. خب تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام و رحمت الله. تشکر از شما برادر عزیز. برادر عزیز صدا ما دارین؟ بله. ولی خیلی صدا اینجا پیش ما بسیار خراب است. صدای ما دارین برادر گرامی؟ بله. بله حالا بهتر شد. بفرمایید، میخواین تلاوت بکنین؟ بله. بسیار خوب. از کجا تلاوت میکنین؟ البته قبل از او حروف حلقی نمیگین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی و تماس شما هم فکر میکنم که قطع شد. تشکری میکنم از شما برادر گرامی. تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر گرامی. از اول سوره خونم، از اول آیه. اگر از آیت 188 شروع بکنین بهتره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها
واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. جزاكم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی و تشکر از شما خواهر گرامی. اگر حروف حلقی رو هم بگین خیلی خوب میشه. بله. حروف حلقی، چیزی که در درس گفتیم که باید گفته بشه، اگر فعلا در ذهن شما هست حروف حلقی چند تاست؟ ها و همزه و عین. درسته؟ بله 3 تا. از اینکه دفعه ندارم. بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. همین هم کافیه. تشکر. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. خدا نگهدار. سلام علیکم و رحمت الله. خب چون در اول درس گفته بودم بینندگانی که میخوان که بگن میتونن به هر حال این حروف را یک بار تکرار بکنن و تکرار هم کردم. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببخشید می‌خواستم تلاوت کنم. بسیار خوب. خواهر گرامی اگر قبل از او حروف حلقی را بگین. ها فکر کنم دقیق یادم نیست. یعنی ها 6 تاست. بله. قاف نیست. بسیار خوب. جزاکم الله خیر. بفرمایید تلاوت کنید. از کجا بخونم؟ از آیت 187 بخوانیم کامل. احل لكم لیلة الصیام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلكم يتقون صدق الله العظیم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. جزاكم الله خیر. خیلی ممنونم. سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر. فقط در یک نکته متوجه باشین. فالآن و دیگه الحمدلله خوب بود. دیگه انشاءالله کدام مشکلی نبود و به هر حال تلاوت شما ماشاءالله بالا هم رفته خوب بود. جزاكم الله خیر. تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب بیننده بعدی را. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی بفرمایید. حروف حلقی رو بگیم؟ حروف حلقی را میگین برادر گرامی؟ بله. همزه ها و عین ها و غین خا. بسیار خوب. تشکر. چند تا شد اینها با هم؟ 6 تا شدن. جزاکم الله خیر. بفرمایید از آیه 188 شروع کنین تلاوت بکنین. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم. متاسفانه تماس شما برادر گرامی قطع شد. میتونین که باز دوباره در تماس بشین. تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بله برادر گرامی وصال حق، بفرمایید. گوشی الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. میخوام سوره بقره بخونم. بسیار خوب، بفرمایید. از کجا سوره بقره میخوانید؟ از اول؟ بله. بسیار خوب، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام بفرمایید، ادامه بدین. بله. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ما شاء الله. آفرین. آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. تشکر. جزاك الله خير. آفرین. ما شاء الله. اسمت چیه؟ بله میشنوی؟ بله. اسمت چیه؟ اسم من یونس صافی است. بسیار خوب. چند ساله هستی؟ 9 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. الله به عمر تو برکت بده. آفرین. ماشاءالله. تلاوتت خیلی خوب بود. آفرین. تشکر از تماست. تشکر. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. سلام علیکم برادر گرامی، بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمده واستغفره إنه كان توابا. جزاک الله خیر. جزاک الله خیر. آفرین. ماشاءالله. اسم تو چیه؟ سکینه. ماشاءالله سکینه خانم. آفرین. ماشاءالله. چند ساله هستی؟ 9 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. الله حفظ کنه تو. تشکر. آفرین. ماشاءالله. رحمت کلا. علیکم السلام. تشکر.
خب تماس بعدی را میشنویم. تشکر از شما. السلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده عزیز. بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. سلام. علیکم السلام برادر گرامی بفرمایید. بیننده عزیز صدای ما را از طریق تلفن داشته باشین. بله تماسشان قطع شد. تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. از کجا تلاوت کنم؟ شما اگر از آیت 188 شروع بکنین ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر. حروف حلقی را میگین بیننده گرامی؟ بله هستین با ما؟ تشکر از تماس شما. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. سوره بقره. بله سوره بقره میخواین کجا تلاوت بکنین؟ آیاتی بله تلك الرسول. بسیار خوب بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن يختلفون فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
جزاكم الله خیر. حروف 6 تا بود دیگه. همزه ها و غین و ها و غین و فا. جزاكم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. ماشاءالله. تشکر. سلامت باشید عبدالرحمن. سلامت باشین. تشکر از شما. جزاكم الله خیر. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشین. تشکر از شما بفرمایید. از کجا بخونم استاد؟ شما اگر از آیت 187 شروع بکنین. احل لكم لیلة الصیام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أقيموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلكم يتقون. جزاكم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. جزاكم الله خیر. ماشاءالله. تشکر. ببخشید حروف حلقی هم بگم؟ حروف حلقی رو هم بگید. بفرمایید. حمزه و ه رو باید از آخر حلق بگیم و عین و ح رو از وسط حلق، خا و قا رو از اول حلق. خا و غین. غین ببخشید. جزاكم الله خیر. تشکر. ماشاءالله. ماشاءالله. تشکر از شما. خدا نگهدار. سلامت باشین. تشکر از شما. جزاكم الله خیر. تشکری میکنم از شما خواهر گرامی. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام. خسته نباشید. علیکم السلام. سلامت باشین. بفرمایید. تلاوت میکنی؟ آره. بسیار خوب. میشه بگی اسم تو چیه؟ آرینا. چند ساله ای؟ 8 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. بفرما تلاوت کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تلاوت کن میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. جزاك الله خیر. آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. خداحافظ. تشکر. جزاک الله خیر. آفرین. خب تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من مقدس هستم از تاجیکستان.
بسیار خوب خواهر گرامی، بفرمایید میخواین تلاوت بکنین؟ حروف های حلقی 6 تایند. بله. همزه ها، عین ها، غین ها. جزاکم الله خیر، تشکر از شما، تشکر، ماشاءالله. تلاوت بخواهم سوره فیل را خونم. بسیار خوب، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. تماس بعدی را میشنویم. بله، سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام، تشکر از شما. بله، شبکه وصال حق است، بفرمایید. ببخشید پسرم اسپری بخونه. بسیار خوب. زیاد بمونم یا نه؟ مشکلی نیست، بدین گوشی دستش. باشه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل الله الصمد آفرین آفرین، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، آفرین. چند ساله هستی؟ متاسفانه که تماس قطع شد. خب تماس بعدی را میشنویم. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین برادر گرامی، بفرمایید. شما خوبه استاد؟ تشکر از شما، سلامت باشین، الحمدلله. من عثمان هستم، بیشترم در برنامه شما شرکت میکنم و میخوام کم قرآن تلاوت بکنم. بسیار خوب، بفرمایید آقا عثمان عزیز. میخواین کجا را تلاوت بکنین؟ درس امروز؟ نه من فقط کم به خاطر که من میخونم شما گوش کنید که درست میخونم یا غلط میخونم. خیلی خوب، بفرمایید بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر آقا عثمان عزیز، ماشاءالله تلاوت شما خوب بود، تشکر. خوشتون اومد؟ بله بله بله، ماشاءالله ماشاءالله، زیبا بود. برایمون دعا کنید. تشکر از شما، سلامت باشین، تشکر، ماشاءالله، جزاکم الله خیر. خب تماس بعدی را میشنوین، آخرین تماس. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید میخوام یه سوره بخونم. کدام سوره را میخواین بخوانید؟ میخوام سوره یاسین. خیلی خوب، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. علیکم السلام بیننده گرامی، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بسم الله. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. جزاکم الله خیر. ممنون. خدا سلامت باشین. تشکر از شما برادر گرامی و تشکری میکنم از تمام بینندگان عزیزی که تا حالا با ما در تماس شدن و وقت رو طرف اتمام هست، وقت تمام میشه. به هر حال تشکری میکنم باز هم از تمام بینندگان عزیز و گرامی که تا حالا با ما در تماس شدن. اما نکاتی را بینندگان عزیز و گرامی مورد نظر داشته باشین. اول اینکه در مورد درس تجوید جدی بگیرین، درس تجوید جدی بگیرین تا اینکه ان شاء الله در تلاوت شما برای شما مؤثر واقع میشه و تلاوت شما بهتر خواهد شد. به خصوص درسی که حالا فعلا ما میخوانیم که مخارج حروف هست و بعد از آن صفات حروف، اینها از مهمات تجوید هست. آنچه که تجوید در واقع مهم است فقط این دوتا هست، صفات حروف و مخارج حروف. دیگرها هم مهم است، اما اینها چون در تلاوت شما تلاوت شما را به هر حال درست میکنه و در نماز شما مؤثره. اگر وقتی شما در نماز خود حروف را درست نتونیم تلاوت بکنین و درست تلفظ بکنین، نماز شما دوچار مشکل میشه و شاید احیانا نماز شما خراب بکنه. به هر صورت اینها را حداقل باید متوجه بود، صفات حروف و مخارج حروف، که فعلا ما مخارج حروف را با هم دیگر داریم پیش میبریم ان شاء الله. و تا به حال هم بعضی از مسائل ما از تجوید مطرح کردیم، در برنامه‌های بعدی هم ان شاء الله مطرح میکنیم. امید که بینندگان عزیز اهم از برادر و خواهر مورد توجه آنها باشه و این مورد را مهم بگیرن. به همین واسطه امروز بنده سوالی در مورد حروف حلقی گذاشتم تا ای که اهمیت موضوع برای بینندگان عزیز و گرامی ما واضح بشه. و تشکری میکنم از تمام پدر و مادرهایی که فرزندها و اطفال کوچکشان را تشویق میکنند به ای که تلاوت قرآن بکنند. اینها در واقع ستارگانی هستند که در آینده درخشش اینها جهان اسلام را ان شاء الله که روشن خواهد کرد و شما هستید که اینها را میسازید. چون رسول الله علیه السلام میفرمایند که طفل بر همان فطرتی که الله متعال را فریده بر همان فطرت سالم متولد میشه. این پدر و مادرش هستند که او را یا یهودی میکنن یا نصرانی میکنن یا مجوسی میکنن یا یک ملحد دیگری از او به وجود میآید. به هر صورت این شما هستین که در داخل خانه حالا اولین مرتبه، اولین قدم است که طفل شما میخواهه که سخن بگوید، طفل شما حرکت میکنه. چقدر زیباست که مادر عزیزی، پدر عزیزی تماس میگیره و به هر حال این گوشی را میده دست فرزندش که تا تلاوت بکنه. خوشا به حالت. ان شاء الله که در روز قیامت همان چیزی که پیامبر علیه السلام در مورد تو گفتن خواهد بود. رسول الله علیه السلام میفرمایند پدر و مادر قاری و حافظ قرآن در روز قیامت الله متعال تاج بر سر پدر و مادرش میزند که این تاج کل این دنیا را مثل این که شما بگیرین آفتاب را داخل یک خانه ای کنیم چقدر روشن میشه. این تاج اینقدر روشنایی داره، روشنای این تاج کل دنیا را روشن میکنه. الله متعال این تاج مبارک و این تاج فرخنده را بر سر توی پدر و مادری که
فرزندت را و طفلت را تشویق میکنی برای تلاوت قرآن و برای یاد گرفتن قرآن و برای حفظ قرآن و او را میفرستی برای تلاوت و حفظ قرآن و او را وقف قرآن میکنی، ان شاء الله که خوشا به حالت و این تاج مبارک و فرخنده بر سرت زده خواهد شد. الله تبارک و تعالی همه من و شما را توفیق بده که باز هم دعا میکنیم که الله متعال به ما توفیق بده که قرآن کریم را در زندگی خود بیاوریم. و همچنین برادران و خواهرانی که تقاضای دعا کردند، چی بیرون از برنامه یعنی خارج از برنامه یا در اینجا، برای همه دعا میکنیم که الله تبارک و تعالی مشکلات تمام برادران و خواهران و مسلمان ما را حل کند. الله متعال سبحانه و تعالی جهان اسلام را صلح و آرامش و امنیت نصیب کند. الله تبارک و تعالی کسانی که آنها به جان مسلمان ها افتادن اگر قابل هدایتن و هدایتشان مقدر است، یا الله آنها را هدایت کن، و اگر قابل هدایت نیستند یا الله تیشه آنها را بر ریشه خودشان بزن، یا الله آنها که میخواهند بساط مسلمان ها را جمع کنند، یا الله قبل از آن بساط خودشان را جمع نما. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم و باز هم تشکری میکنم از شما و از آقا احمد عزیز کارگردان گرامی و تمام برادرانی که پشت صحنه با ما همکار بودند. الله تبارک و تعالی از همه قبول کند. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.